از نظر من شما وقتی میتونی سودای خیلی خوب تو مارکت بگیری که بتونی یک روند 100 پی پی 200 پی پی گاهن 300 پی پی رو روی حداقل طلا که خیلی ممکن هستش بگیری. چطور این اتفاق میفته؟ وقتی این اتفاق میفته که شما تیپیت اوپن باشه و آزاد و حد ضررت مرتب تغییر بکنه که با ریسک فری میتونی این کار رو انجام بدی. کلمه ریسک فری رو کامنت بکن تا من ریسک فری که درست هستش روی چارت به سبک خودم برات بفرستم که نیاد حد ضرر تو بزنه و بعد اون مسیر رو شروع به حرکت بکنه. و اینکه این کار با تریلینگ استاپ اتفاق میفته. تریلینگ استاپ رو من تو پست بعدی بهتون آموزش میدم، ولی این نکته رو بدونید که خیلی از دوستان میان روی تیپی 1 یا تیپی 2 پوزیشنشون رو میبندن، نمیتونن خیلی صبور باشن و با سود بمونن. همه پوزیشن ها رو نیاز نیست که شما تا انتها نگه دارید، اما این توصیه رو از من داشته باشید. شما اگر توی تایم فریم روزانه و 4 ساعته اگر هر دو اینها با هم بهتون سیگنال دادن و سیگنالی رو گرفتین توی اون پوزیشن، لطفاً از تریلینگ استاپ یا ریسک فری به سبک خود من استفاده بکنید و تیپیتون رو اوپن بذارید و اجازه بدید که سودای خیلی خوب از مارکت بگیری. اما اگه تو تایم فریم کوچیک کار میکنی، رو همون تیپی 1 و 2 بسنده کن و خیلی حالا دنبال تیپی های بزرگتر نباش.